با سلام خدمت همراهان گرامی، توجه شما را به بررسی خلاصه بازار امروز دوشنبه دهمین روز آذر ماه 99 جلب می‌کنم. شاخص بورس تهران با 38656 واحد افزایش معادل 2.71% در 1,465,000 به کار خود پایان داد. در بازار امروز 269 سهم با صف خرید و 81 سهم با صف فروش به ترتیب با ارزش 27 و 12,000 میلیارد ریال روز معاملاتی خود را به اتمام رساندند. در فیلتر با ارزشترین صف خرید، نمادهای تاکیکو، خزامیا و خگستر به ترتیب با 367، 136 و 125 میلیارد تومان صف خرید به کار خود پایان دادند. در فیلتر بیشترین ورود نقدینگی حقیقی، نمادهای فولاد و تجارت و شبندر بیشترین میزان ورود پول توسط اشخاص حقیقی را به خود اختصاص دادند. همچنین در فیلتر حجم مشکوک زیاد، نمادهای لکما، خکومت و کفارس با 5 برابر متوسط حجم روزانه خود در ماه اخیر معامله شدند. و اما در بین درشت‌ترین خریداران حقیقی، نمادهای شپاس، دره‌آور و کلور به ترتیب با 392، 376 و 363 میلیون تومان میانگین خرید توسط هر کد حقیقی، لقب درشت‌ترین خریداران حقیقی امروز را از آن خود کردند. در پایان می توان به بپیوند، بسین و کمینا با 22، 21 و 21% افزایش قیمت به عنوان پربازدهترین سهم‌های هفته اخیر اشاره کرد. با تشکر فراوان از توجه شما، خدا نگهدار.